کار در شرکت فابرلیک حلال است یا حرام؟ کار در شرکت فابرلیک و امثال آن یا چطور میگویند ستوای مارکتینگ، همچنین ترغیب و تشویق کردن دیگران به آن حرام و ناجایز است. تمام عالمان برجسته عالم اسلام بنابر سبب‌های زیاد کار در چنین شرکت‌ها را حرام و ناجایز می‌دانند و فتوای حرام بودنش را صادر کردند و هیچ یک از علمای معاصر کار در چنین شرکت‌ها را جایز نمی‌دانند. برادران و خواهران مسلمان تاجیک، کار و فعالیت کردن در شرکت فابرلیک و امثال آن طبق شریعت اسلام حلال نیست، زیرا در چنین شرکت‌ها شرط‌های عجیب و غریبی وجود دارد که کاملا مقابل قانون‌های خرید و فروش اسلامی میباشد. در چنین شرکت‌ها خرید و فروش با شرط انجام می‌شود. چنین خرید و فروش‌ها حرام هستند و در تمام کتاب‌های فتوا حرام بودنشان درج شده است. در حدیث روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از خرید و فروش با شرط منع فرمودند. بنابراین چنین خرید و فروش با شرط در شریعت ناجایز و پرهیز کردن از آن واجب است. برادران و خواهران گرامی، باید ما لقمه حلال داشته باشیم و فرزندانمان را با لقمه حلال به وی رسانیم تا تربیت آنها خوب باشد. وقتی که طعام ما حرام باشد، کجا دعای ما اجابت شود؟ در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند شخصی که سفری طولانی می‌کند و ژولیده موی و غبار آلود است و دست به سوی آسمان برمی‌دارد و خدایا می‌کند، در حالی که خورد و نوش و لباس او حرام است و با حرام غذا یافته است، پس چگونه دعای او قبول می‌شود؟ مواظب حیات دو روزه خود باشید.